تونستی بری داخل تو الان یا نه؟ به توضیح میتونم دیگه. تو بگو پارمیز زنگ بزن چیش گفت؟ به من که نمیگی چی کار داره. گفت به تو میخواد بگه. شمارش نوشتم. باز زیر دیوار که ننوشته ای. نه رو کاغذه. چی شد رفتی تو نرفتی تو؟ برات توضیح میتونم دیگه. کیف پول دیدی خودت؟ نه بابا هنوز تازه رفتیم اونجا، مشغول به کار رفتیم. یعنی چی؟ ما الان اونجا مسئول عملیاتم. همچه الکی؟ نه یره الکی چیشی؟ او یاروی 20 ساواکی امور گرفته بی دهن سرویس کرد. خب برفتم اونجا دیم هموم اونجا داره کار منه. دیگه بهش گفتم یا موم دو یا لود متوم. دیگه اون موره گذاشت مسئول عملیات. چه عجیب. الو سلام پارمیز خوبی؟ سلام خوبی؟ قربونه. چیکار کردی؟ الان ما دیگه کامل وارد خانه رفتیم. خب حال به توضیح میتونم چی جور. تو اگه دیشب بهم گفته بی دلارا دقیقاً دو کدو اتاقه، ما اصلا شاید امروز به در کرده بیام. ببین مصطفی یادت یه بار اومدی تو اتاقم بعد گفتی رنگ کمدم به دکور اتاقم نمیخوره؟ کدو؟ بابا همون دفعه که بابام رفته بود شیراز دیگه. ها او سری که خواهیتون بابات برفته بی شیراز نبی یک هفته. پس تو کی اومده بودی اتاقم؟ پارمیز ما اصلا تا وارد خانه تا نرفتیم، ما فقط تا حیاط میایم. پس تو نبودی. خب ببین مهم تو بگو الان نگاه در وارد رفتم کدو اتاق؟ حالا اگه وارد سالن که شدی خب اولین اتاق سمت چپ دیگه. آره بعد که رفتی تو اتاق از سمت دیوار چهارمی موزاییک. ای پارمیز اگه دیشب گفته بی ما الان اتاقمو دقیقاً هموس. عیب نداره خیال راحت. مو فردا صبح به درش کرده ایم دلاراره. مو بیایم پاریس. منم بیام دوستم. بگو منم رفیقی داشتم اونم میاد. جدی؟ خارج. پارمیز الان بابات بعد او اتفاقی که خواستگاری افتی هنیز ما رو قبول منه. کجا صحبت میکنه؟ ایدار خود نامزدش صحبت میکنه. نامزدش خارجه تو پاریسه. جدی پاریس؟ میخواد اینم با خودش ببرم اون تو خارج با. الو من تو شهر خودم با کسی صحبت نمی کنم که هزینه بالا نره. با پاریس صحبت میکنه. پاریس کم مونده تلفن رو بلیسه. ازگل وقتی ترک کرده قافیه‌اش جفت شده. حافلی خشنه. چی با ادب نمرایی دایید؟ چه میدونم ولش کن. بگیر بخوابیم. من صبح زود باید برم میدون کار دارم. برو بخواب. میدون چه خبره؟ باید برم انگور تازه بگیرم. او تو اینی جای داوود کار منی؟ ها دیگه چیکار کنم؟ یه بی عقلی بگیرم. ما الان دیمین کمیته اون پرونده ها رو میخونم با عرق بگیرن دهنت سرویس ها. خب اگه اینجوری تو دلت برام من میسوزه این پولار که برداشتی یه مبلغی بده من دیگه پیشون کار نکنم خودم یه فکری بکنم. چه کار ده ذهنته؟ چند سرمایه میخی؟ در حدی که بتونم یه 4 تا دیگ و زودپز و مواد اولیه انگور و اینا رو بگیرم دیگه پیشون کار نکنم. خیلی تو رو زمین میخوای یا رو تخت؟ دیر زمین میخوام. بهتر. دستشوی خانه تو میشه استفاده کرد یا دایید گیر متا؟ سعی کن آشنا باشی چون بعضی وقتی یادت میره امکان داره دعوت. تو هم برام بیار. پاریس بره منم ببره اونجا. بله عمو. سلام. توپم افتاده تو خونه. میدی بیاریش؟ توپ خودت؟ آره نه توپ داداشم. چی خودش نمه؟ چی که سوال میورزی بار توپم بیار دیگه. چی برغصه ای؟ بس الان میارم. غلام چی کرمینی؟ مگه نمیبینی دارم پارش میکنم. توپا دارم پاره میکنم. هفته پیش نمیدونم چند شنبه بود نه دوشنبه بود بهشون هشدار دادم یه بار دیگه این توپو بندازین تو خونه پارش میکنم. الان دارم پاره میکنم دیگه. حال تو همه چی رو یادت برفته همه رو بعد یادت بمنه. نگاه کن تو هم زیاد حرف بزنی تو هم پاره میکنم. از تو بیشتر پاره میکنم ها. فقط میتونم بذارن سرشون. سلام آج رسول خوش اومدین. سلام علیکم.
اشتباه هم این اتاقه؟ نه اشتباه نیومدی، فقط یکم دیر اومدی. دیگه بچه‌ها زحمت جابجایی کشیدن. چیکار رفت؟ والا این اتاق دریچه کولر نداره. اتاق ما هم دریچه کولر داره، هم بزرگتره. گفتم شما بریم اونجا راحت‌تر باشه. حاج آقا جان ما دریچه کولر میخوام چیکار؟ همین اتاق خوب بی جمع جور راحت بیام. حاج رسول اینجا نصفش هم برای من زیاده. شما بریم اونجا، هم خنک‌تره هم بزرگتره دیگه. راحت باشین. ما نمیگذرم. جان؟ نه منظوری که نمیگذرم شما گرما بکشی حاج آقا. گرمایش یا حاج رسول، من بیشتر وقتا نیستم اینجا. برو راحت باش. هر جور دیگه صلاح دیگه حتما قسمتیست. برو دست علی به امرات. برو. با اجازه. خدا نگهدار. ای دیو زهر مار، مگه اینجا طویله سرتو میندازی میای تو؟ چرا سر تحتو میزنن اینجایی؟ جور صحبت نکن بابا، کارت دارم. بنال. اتاق عوض کرده یعنی. کی؟ امید آج ابراهیم رئیس تاست. خب چیکار کنم؟ یه بار پس بگیر. مگه توپه برم پس بگیرم؟ حاج ابراهیم فرمانده پایگاست، برم تو روش وایسام بگم اتاق ایشونو میشه پس بدی؟ دلارا دیمین اتاقه، مو چیکار کنم الان؟ دلارا؟ دلارا؟ گفتی دلارا؟ کی گفت؟ الان گفتی. یک $10 دیمین اتاقم میخوام برام بردارم. تو این همه خطر رو به جون خریدی اومدی وسط این پایگاه واسه $10؟ $100 حواسم نبی. واسه $100؟ 1000 اصلا بو تو چه دلارای خودمه. خیلی خوب، دلارای خودته، مشکلم مشکل خودته. بزن به چک. حاج رسول پاکسازی داری؟ خب برو تمیز کنه. ما تمیز کنیم. سهیل جان مکان کجاست؟ برای آمار یه خونه تیمی رو دادن، گفتن که فکر کنم مربوط به همون بمبگذاری باشه. خیلی خوب شما برید، حاج رسولم الان میاد. چشم. یا علی. با اجازه. حاج رسول کج میاد؟ برای خود مبری مدوزی. فرمانده عملیاتی دیگه باید بری. اگه تیر بزنین چی؟ نه نترس، نگران نباش. بچه‌ها رو میفرستی جلو کارو در میارن، تو عقب وایسا. بیا خواهد بارمون مستون جای تو. الان شغل تو چی شد؟ بیکار نشسته اینجا. چرت و پرت میگی؟ تو فرمانده عملیاتی، مگه نمیخوای به دلارات برسی؟ فقط دعا کو که کاریم نره. اون دیگه دهن واسه سرویس کنم. برو گم شو. همین خونه است حاج رسول. بگیر حاج. خب حالا بعد چیکار کنیم؟ الان اگه اجازه میدیم پیاده شیم حاج رسول. پیاده رو. جان حاجی تا کی بعد اینجا بستن؟ حاجی ما منتظر دستور شمایی. دستور چی؟ دستور حمله دیگه. حمله کنه دیگه. چشم. برو بالا. مستوین؟ جان حاجی زشت نیست پیچه از دیوار بریم بالا. رفت که در رو باز کنه. در کجا؟ این در رو دیگه. یک کب رفت؟ نه اسماعیل بود که رفت. نه منظور نیست که تنها برفت. آره دیگه تنها رفت حاجی. چه دل داره. بیا بره داخل بره. برو حاجی. بره مون نمیام، ما هستم اینجا. بره. نمیای؟ نه برو. باید نمیری. چرا من میرم؟ برو. بره ما الان میام. بره. برو. خب دیگه حتما همش رو بزنید. گل کاشتی حاج رسول، گل کاشتی. اختیار داریم، ما که کاری نکردم. همه زحمت بیچاره خود تو کشیه.
خواهش میکنم. میدونی بنده خدایی که دستگیرش کردی که از رده بالای منافقه بوده؟ بفرما. اتفاقا همون اول قیافش دیوم شک کردم به قیافش میخواد. سلام علیکم. دست شما درد نکنه. گفتم جلسه داریم میخوایم بریم، نیازی نبود. تازه دم بود گفتم میل کنید. دست در ببخشید. حاج رسول گفتم بیا اینجا هم یه تشکری بکنم و خدا قوت. همین پرونده رو حتما بخون. پرونده؟ پرونده چی چیز؟ مال این بمبگذاری‌های اخیره. او چی بد بیزیه. چش اینو میخونم. فقط یک خواهش از شما. جانم حاج جون بگو. بره اتاق. خاطرت جمع. جدی؟ بعد کی میره؟ کجا؟ از اتاق دیگه. حاج رسول ول کن این اتاقو. ببینی که گرمه پنکه. گفتم اونجا شما راحت باشین دیگه. از چیش میگه حواسم هست. گفتم یه اتاق دیگه بهتون بدم. میدونم نیازتون. آها. برام یکم تعداد بیچا زیاده. دست داره. من یه جلسه دارم میترسم دیرم بشه. شما هم به کارت برسی. بفهم. فقط عجبا باز کی برمیگردین؟ انشالله بعد از نماز ظهر. بعد قبلش که نمیاد دیگه. کار داری بمونه. نه کار نداره. فقط میخوام مطمئن رو قبلش که نمیاد. نه نمیاد. خیلی بفهم. بفهم. عباس شما من رفتم فعلا. خداحافظ حاجی. عجب با عزت. قربونت خدا به همراه. خدا. دیگه تا شب نمیاد دیگه حتما. کار داری بمون. نه کار ندارم. نه خیلی دارم. آره دیگه بعد نماز. خدا قصد اینجا حواسم هست. خدا حاج رسول کجا؟ داخل اتاق. حاج ابراهیم رفت مگه ندیدی؟ بله دیومش. خب کسی تو اتاق نیستی که کجا میری؟ راست میگی حواس میشه که اتاق خادمه. یک سواله شما همیشه اینجا هستی؟ بله. البته بعضی روزا میرم اداره مرکزی. خیلی عالیه. کی میری؟ روزایی که خود حاجی هست. عالی رفت. یعنی وقتی تو هستی حاجی نیست، وقتی حاجی هست باز تو هستی. الو؟ جان بله الو جلو در کارت دارن میری تا جلو در. چی میگی اصلا تلفن زنگ نخورد؟ شوخی کردم. شوخته بومو. الف میگم ابروت کمونه ای کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده ای گل خوشبوی من. جوابت نداد. بوغ مخرج جواب نمته. میگم نمیش بخریش. چی شده؟ همین یارو چای ریزر که میگی تنها کسی میتون بره تو اتاق. او آدم خریدنی نیست. یعنی نگاه کو دستم بو دلارا برسه بره یکشو برنامه دارم. یکشو خدا شاهده. من که جای یارو بودم قطعا خریدنی بودم. فکر اون حجم پولیه درسشم به من میدادن زندگیم زیر رو میشد. اون یارو هم قطعا میشه بخری. همیس. چی؟ همیس. چی همیس؟ تو باید بیای جای رمزون. چی؟ تو باید بیای به جای رمزون. من برم جای رمزون کجا بره؟ مشهد؟ بله. امام رضا به تلویت. چجوری؟ ما دیشب در مسجد محل ما قرعه کشی ببریم مشهد. اتفاقا همونجا چای آوردن خیلی یاد بیده تو بیام. دیگه اسم شما رو نوشتم و اسمت به در رفت. آخه حاج رسول حاج ابراهیم به من مرخصی نمیده. این چه حرف است؟ امام رضا تو رو به تلویت. حاج ابراهیم چی کار است؟ خودم باش صحبت منو ردیفش منم. خیلی راحت. باورت نمیشه. چرا باورم نره؟ خودم بخیر انگار اسم نوشته اون. باورم نره. نه اینو نمیگم. چی؟ داشتم رادیو دیشب گوش میکردم حاج رسول. خب صلوات خاصه امام رضا پخش شد. اینقدر دلم میخواست تو حرمش بشه. یعنی خدا خوشحالت کنی که خوشحالم کردی. ازی بعد دیگه بهت میگم مشرمزون. وقت قربون برم وقت لوازم جمع کو مخادم برم با حاج ابراهیم صحبت منم ردیفش کنم. یعنی دیگه مرخصی خیالت راحت. وقت برم. خدا خوشحالت کنی خوشحالم کردی. قربون تو. خیلی بار به امان خدا. قربونت. التماس دعا. چش حتما. قربونت.